خب چون امروز تغییر الهه‌ها وارد کرده شد به کودکس حقوق بیانکنی ماموری، بله میتونید شرح بدید که ضرورت از وارد کردن به این کودکس تغییرات چی بود و مثلا آیا تا کجا شدیدتر کردن جزا در نسبت تنفرشان میتونه جلوی همین گونه عمل نامطلوبه بگیرد در جامعه؟ تشکر. امروز در جلسه مجلس نمایندگان با کودکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ماده 130 تغییر الهه وارد کرده شد. از جمله با اون قسم 2 الهه کرده شد. مقصد از اون است که ماده 130 کودکس حقوق بیانکنی ماموری جوابگری ماموری را برای شخصانی که با فروشگی مشغول هستند پیش بینی کرده است. موافقی معلومات وزارت کارهای داخلی و مقاماتی که بر ضد چنین پدیده ننگین برای ملت ما مشغول هستند نشان می‌دهد که حالت مشغول شدن با فروشگی در حالت یک نگران کننده قرار دارد. از این رو پیشنهاد کرده شد که با ماده 130 قسم 2 الهه کرده شود. از جمله موافقی کودکس عملکننده حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای نفرانی که با فروشگی مشغول هستند از 10 تا 20 نشان دهنده برای حسابها جریمه پیش بینی شده بود. اکنون نفرانی که در طول یک سال بعد از آنی که جریمه ماموری یعنی بجاوبری ماموری کشیده شدند در طول یک سال به طریق تکرارا و فروشگی مشغول میشوند جزا وزین‌تر پیش بینی شده بود. از یعنی برای شخصانی که در طول یک سال بعد از تعیین جوابگری ماموری برای مشغول شدن با فروشگی از 20 تا 40 نشان دهنده برای حسابها و یا جزای آلترناتیوی در شکل از 10 تا 15 شبانه روز حبس ماموری پیش بینی شد. در کدام وقت جریمه می شود، در کدام وقت حبس ماموری؟ اکنون یک حالت است که در همون جزاها اون سانکسیا در هم کودکس قانونی ماموری هم کودکس جنایتی حد اقل و نهایی اون رو معین کرده است. این با صلاحیت مقامات سودی که خیلی گفتیم داده می شود، یعنی از جریمه از 20 تا 40 نشان دهنده یا از 10 تا 15 شبانه روز حبس ماموری این وابسته به شخصیت نفری است که حقوق بیانکنی ماموری رو صادر کرده است، وابسته به حالت‌ها است، وابسته به اونی که چند مرتبه تکرارا صادر نمود. مثلا تکراری گفته تو جناب میگه یک مرتبه یا دو مرتبه، مثلا یک مرتبه شد 20 نشان دهنده، دو مرتبه یا سه مرتبه، حالت‌ها در مجموع مساعدت میکنه که شخصیتی که به حقوق بیانکنی ماموری مشغول است از جانب سود آموخته می شود. هر یک چیز آمار دارد، یک چیز قید دارد. یک نفری که تکرارا صادر کردن گرفت جزا نسبتا وزن‌تر کرده می شود. باوری داریم که همین لایحه‌ای که امروز قبول کرده شده از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نه فقط به خاطر وزن‌تر کردن جوابگری برای چنین نفران بلکه کمتر کردن چنین پدیده مساعدت می‌کند. تشکر.